که ناپدره میتونه جای تو رو بگیره، اما نگرفت. اون موقع که میخواستمت نبودی، الان که نمیخوامت بهتره که اصلا نباشی. من تو رو 15 سال پیش فراموش کردم، الانم بود و نبودت واسه من فرقی نمیکنه. تو هم زیر بارون بعد میری پیش دوستت رضا، داستان رو براش میگی، اونم بهت میگه بسپارش به خودم. اگه درستش نکردم دیگه نه رفیق تو هم و نه اسمم رضاست. رضا هم میره پیش دخترت که میبینه 2 تا پسر و جوون که اونجان دارن سر ماشین پارک کردن با دختر دعوا میکنن و بعد دزگیرشو قطع کن، گوشم اذیت میکنه. بیا لگن تو بردار، خانم عجله دارن. شل نباش، بیا. رضا میشینه با دخترت صحبت میکنه، بهش میگه پدرت خیلی غمگینه چون تو باهاش بد رفتار کردی. پدرت توی این 15 سال هر سال تو زندان